سلام، روزتون بخیر. من کتایونم. به گوشه دنج آشپزخونه خودتون خوش اومدین. این اولین ویدیو یوتیوب منه که دارم براتون ریکورد میکنم. اگه مشکلی ایرادی توی ویدیو یا دکور هستش ممنون میشم که برام تو کامنت ها بنویسین و منو راهنمایی کنین. خب دیگه بریم سر اصل مطلب. اینجا همونطور که گفتم مثل آشپزخونه خودتون میمونه. من همه سعیمو کردم تا یه محیط ساده و صمیمی و خیلی دوستانه بتونم درست بکنم تا کنار هم بتونیم آموزش ها و ویدیوهای خیلی خوبی بگیریم و شما همراه هم باشین. خب ویدیوی امروزمون هم مربوط به آنباکس یکی از وسایلی که قراره تو این آشپزخونه ازش استفاده بکنیم. قراره خیلی کارمون رو راحت تر بکنه. خیلی وسیله جذاب و خوشگلیه. من خیلی واسش تحقیق کردم تا بتونم اینو انتخاب کنم. یه مدتی هم هست که به دستم رسیده ولی دیگه صبر کردم که بتونم یه ویدیو خیلی خوب درست بکنم که شما از دیدنش لذت ببرید. خب قبل از اینکه بریم آنباکس کنیم وسایلو، اگه هنوز با رو سابسکرایب نکردیم ممنون میشم اگه سابسکرایب کنید و عضو چنل بشید. لایک یادتون نره. خب اجاق القایی شیائومی. Oh my god! من خیلی ذوقشو دارم اینو باز کنیم زودتر. بریم بازش کنیم بعد توضیحاتشو بهتون میدم. من لوازم خونگی شیائومی خیلی دوست دارم. هم خیلی طراحی ساده و مینیمالی داره، هم رنگ سفید داره که من عاشق رنگ سفیدم برای آشپزخونه و اینکه یه عالمه رنگ شیائومی هم اتفاقا دارم. اینجا هواپز دارم، یه دونه همزن شارژی، تلویزیون خونمون هم حتی شیائومیه، دماسنج هم اینجا شیائومیه. تازه خلاصه که خیلی کیفیت خوبی داره، قیمت خیلی مناسبی داره و اینم از اجاق القایی شیائومی. این صفحه شیشه‌ایه. اینم برای اینه که هم قابلمه از روش لیز نخوره، همین که قابل شستشو خیلی خوبه. یه دونه اینجا از اینا داره. اینم که ولومشه و اینم که اینجا هم صفحه نمایشه هم دکمه است. خب هنوز آنباکسمون تموم نشده. اینو هم بذارم کنار. اینجا یه دونه دفترچه راهنما داریم که زبون خیلی عجب و عجقی داره، حتما بخونیدش. آنباکسمون هنوز تموم نشده. من اینجا دو تا قابلمه القایی شیائومی هم گرفتم. اینا رو هم باز کنیم. یکیشو میذارم اینجا. خب این چسب داره. خب این اجاقای القایی حتما باید از قابلمه‌های مخصوص براش استفاده بشه چون اصلا قابلمه معمولی اصلا داغ نمیشه روش. اینم حالا بعداً براتون روشنش کردم. می‌بینید که اصلا وقتی به قابلمه یا به سطح دست می‌زنید اصلا داغ نیستش. خیلی جالبه ولی مثلا غذا اونجا داره میپزه. مثل خیلی عجیب و جالبه. این خیلی سفت هم میاد. خیلی هم No! God, please, no! واقعا آدم از این همه زیبایی لذت میبره. بذار من اینو سرهمش کنم. این دستگیرش سیلیکونیه واسه این که نسوز مثل هول شدم من. خیلی خوبه. اینم یه دونه بچه چیز داره، راهنما داره. این راهنما حتما باید خونده شه. خب بزنیم سرهمش کنیم، روشنش کنیم. قسمت جذاب و این چیزه. این تبدیل ها میخوام الان بگم.
اوکی. خب شنیدی؟ شیامی خب وایفای نوشته، این وصل میشه به گوشی، متصل میشه به گوشی، میتونیم بهش برنامه بدیم که خودش شروع به کار کنه. اینو من تحقیق کردم تا آخر میپیچونیمش به چپ و دکمه‌شو میزنیم. دکمه‌شو نگه میداریم و این الان روشن شد. صداشو میشنویم؟ خب من تا آخر اگه اینو زیاد کنم تا 99 میره و میخوام داره داغ میشه. کمش میکنم. داغه ببین بدنش داغ نیست ولی خودش داغه. اینم اصلا داغ نیست. بچه ها اگه کسی زبون چینی بلده بیاد تو کامنت ها کمکمون کنه. اینجا انگار یه آدم موشه داره راه میره، من اصلا ناز کردن نمیارم. اینم کلی تحقیق کرده بودم که پیدا کردم چجوری روشن میشه. خب حالا که تا اینجا رسیدیم یه املت هم درست بکنیم. ساعت 4 صبح الان ما بچه رو خوابوندیم دیگه خودمون خوابمون گرفته. میاد هی پایه دوربین رو میگیره، چه میدونم این نورا رو میگیره، دیگه مجبور شدیم تا این ساعت وایسیم که بخوابه بعد بتونیم ویدیو رو ببینیم. خب حالا بریم یه املت درست بکنیم. دیگه گفتم شده حسابی.